سالروز تولد عجیب و باور نکردنی لطیفه عزیزی در امریکا. لطیفه عزیزی چند ساله شده است. افشای حقایق و رازهای باور نکردنی زندگی جنجالی لطیفه عزیزی در امریکا. لطیفه عزیزی دختر سینما شد. لطیفه عزیزی چرا دیگر آواز نمیخواند؟ من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام سلامتی نثار هر یک از شما همراهان خوب کانال دنیا اینفو. من مروارید عزیزی هستم. برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو را از دست ندهید. لطیفه عزیزی هنرمند خوش صدای کشور، یکی از جوانان با استعداد، موفق و مشهور کشور است. شهرت و محبوبیتی و سزایی دارد. لطیفه عزیزی با اشتراک در برنامه ستاره افغان تلویزیون طلوع و کارهای هنر آوازخوانی‌اش پرداخت و در مدت خیلی کوتاهی توانست دل میلیون‌ها افغان را از آن خود کند و حمایت خوبی از طرف مردم افغانستان شد. لطیفه عزیزی بعد از ختم برنامه ستاره افغان هم دوباره به کارهای هنر آوازخوانی‌اش پرداخت و آهنگ‌های بیشمار سرود. لطیفه در افغانستان و ترکیه زندگی می کرد، اما بعد از تحولات سیاسی در کشور لطیفه عزیزی مجبور به ترک کشورش و مقصد امریکا شد. بعد از آن که لطیفه عزیزی به امریکا سفر کرد، کاملا از راه هنر موسیقی به دور شد و دیگر آواز نخواند. لطیفه عزیزی چند مدت می شود در امریکا در فیلم‌های امریکایی نقش بازی می کند و برای برندهای مختلف در امریکا مدلینگ می کند. تازه 2 روز قبل لطیفه عزیزی سالروز تولدش را در امریکا جشن گرفت. لطیفه عزیزی 30 ساله شد و این سالروز تولدش را خیلی مختصر و کوچک جشن گرفت. لطیفه میخواهد دوباره به هنر آوازخوانی‌اش شروع کند. من آرزوی موفقیت، کامیابی و سعادت برای این بانوی هنرمند از بارگاه عزت لایزال تمنا دارم. در انتظار نشر تازه‌ترین کارهای هنری از لطیفه عزیزی خواهیم بود. همراهان نهایت ارجمند کانال دنیا اینفو، برای حمایت هرچی بیشتر از خواهرتان علامت سابسکرایب را فشار دهید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و دوستان لطیفه عزیزی به اشتراک بگذارید. تا درود دیگر تمام شما خوبان را به لای منان سپرده. موفق و کامیاب باشید.